السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال من اینه که برای صدقه دادم صدقه کوچه برفته ایستاده یک نفر میگن صدقه کن، میگه پشت نمیستد مست است برای میگن صدقه مگر میگه نمو چی نیست پشت نمیستد از شراب نوشیدگی یا یعنی در مترو رفته نیستیم یک نفر میگه صدقه کن، میگه به یک حالت رحم نگردتی گویا که پشت مسلوق است راست نمیستد پشت پوشه میخونه. وقتی که میخ صدقه میکنه یک پولشان میکنه از اسکو یک اسکو میرن میفرود پشت تو درست از چی ترانسپورت پیاده شد پشت تو درست روح میگرده. همیشه دونسته صدقه کردن درست درباره فریبگرها پرسیده ایستادید. مادامی که میدانید که فریب کرده ایستاده است 100% یعنی شما رو احمق کرده ایستاده است، در این وقت صدقه نکنید و محتاج نیست و یک فریبگر است که با همین راه فریب میخواهد پول مردم رو گیرد. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در گناه به کسی کمک نکنید. اما شاید فریبگر باشد شبهه افتد، به شبهه اهمیت نداده صدقه کنید. یعنی شاید اگر اما یقین میدانید که این یک فریبگر است معلوم هست، در این وقت به او صدقه نکنه. درباره مست هم مست وقتی میداند که میرود و عرق مینوشد البته به او کمک نمیکنیم، اما گرسنه هم گفت یگان چیزی میخوردنی اگر دادید مست باشد هم وای دیگر انسان است، خیلی که به حیوان یگان خوراک دادن ثواب است، به این ثواب میگیرید ان شاء الله. مسئله همین که اینجا اگر یگان چیز خوردنی دین نمیگیرن این خیلی باشد کمک نکنید. مادامی که اینها برای مستی خود پول میگیرن کمک نکنید. وقتی که میدونیم به یک کس پول میدیم وای به گناه کمک استفاده میکند، به وای پول دادن گناه است. کی نباشد هم، حتی مسلمان باشد هم، حتی مسلمان باشد هم. ولا تعاونوا علی البر ببخشید علی الاثم والعدوان، در گناه در دشمنی به کسی کمک نباید کرد.